لبیک یا حسین. انشاءالله استفاده کنیم از حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عرب. محبت کنید یه صلواتی دیگری ختم کنید. الله صل علی من و برای خوشنودی آقا قاسم ابن الحسن محبت کنید، دوامی را بلندتر ختم کنید. الله. برای تعجیل در فرج آقا امام زمان محبت کنید، سوامی را بلندتر ختم کنید. الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يهدي للتي هي أقوم، والحمد حقه كما يستحقه حمدا دائما كثيرا لا ينقطع أبدا. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ابا صالح دلم سامان نداره. ابا صالح دلم سامان نداره، مگر هجران تو پایان نداره. یا ابن الحسن یا ابن الحسن، زن و مرد همه با هم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. ابا صالح بیا دردم دوا کن، مرا با دیدنت حاجت روا کن. یا ابن الحسن حسن یا ابن الحسن. ابا صالح فقیرم من فقیرم، آقا بده دستی که دامانت بگیرم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان جمع حاضر، پدران، مادران، ذوی الحقوق، روح همه علما، مراجع، روح شهدا، همه اونهایی که در این مجالس بودند و الان در قید حیات نیستند سالهای گذشته، ارواح همه را به این محفل، به این مجلس دعوت کنیم، هدیه ارواحشون صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد و علی محمد. یک حدیث، یک کلام از ابی عبدالله الحسین: من یموت
بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار. امام حسین فرمودند که کسانی که میمیرند به خاطر گناهان خیلی زیادتر از اونهایی هستند که به خاطر اجل و پایان عمر از دنیا میرند و خیلی هایی که زندگی میکنند، عمر دارند، اینها به خاطر احسان، نیکی کردن به دیگران. و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار. به خاطر دست خیر داشتن عمر را زیاد میکنه. امیدوارم اقتدا کنیم به حسین ابن علی در این حدیث و همه در اجتماع خودمون دست بده داشته باشیم، دست احسان داشته باشیم و اقتدا کنیم به حسین ابن علی در این کلام به شرط ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم لك الحمد. حیفه که این جمله زیارت عاشورا را معنا نکنم. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. اوج زیارت عاشورا سجده عاشوراست. اللهم لك الحمد. ما کی حمد میکنیم؟ امام باقر فرمود ما حمد میکنیم خدا را کی؟ وقتی خدا نعمتی به ما داده باشه. کربلا ظاهرش مصیبته، باطن و ملکوتش نعمت برای بشریته. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. ظاهر مصیبت، ملکوت نعمت برای بشریت. همین جلسه ما و هزاران میلیون ها جلسه الان در این ایام شب 8 محرم در سرتاسر عالم همه از اون یک روز عاشوراست، از اون یک روز مصیبت. ظاهر مصیبت ولی باطن. آیا این جلسه ما یکی از نعمت ها نیست؟ من تعدادی از نظر دانشمندان راجع به امام حسین را براتون میخونم. این کتاب قریب به 50-60 نظر را از دنیا جمع آوری کرده که راجع به امام حسین نظر دادن. ببینید برای کل بشریت امام حسین نعمته. مهاتما گاندی که هند به دست او آزاد شده خودش میگه من آزاد، سرمشق من حسین ابن علی. آیا نعمت نیست؟ من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم. بر من مهاتما گاندی روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد باید اقتدا به امام حسین بکند. محمد علی جناح، اون که پاکستان را تأسیس کرد، باز همینطور. اگر من بخوام پیروز بشم باید به امام حسین اقتدا کنم. محمد علی جناح. توماس کارلایل فیلسوف و مورخ انگلیسی، بهترین درسی که از تراژدی کربلا میگیریم این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تعداد عدد، تفوق عددی در جایی که حق و باطل روبرو شود اهمیت ندارد و پیروزی حسین علیه السلام با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من. فردریک جیمز باز آمریکاییه. درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگر این است که در دنیا اصول ابدی
مثل عدالت، آزادی، ترحم، محبت، گذشت وجود دارد که تغییر ناپذیرند. همه احسان را دوست دارند، همه محبت را دوست دارند، همه انسان ها عدالت را دوست دارند. اینها تغییر ناپذیرند و همچنین میرساند هرگاه کسی برای این صفات به شهادت برسد و مقاومت کند او هم ابدی خواهد بود. روی همین جهت امام حسین ابدی است. یکی دو تا دیگه نظر بخونم، معطل نکنم. بیشتر میخوام راجع به مرگ صحبت کنم، چون کلام قاسم ابن علی کیف الموت عندکه. آنتوان بارا کشیش مسیحی اینطور، اگر حسین ابن علی از ما مسیحی ها بود، در هر سرزمینی و در هر روستایی بیرقی از امام حسین می زدیم و کل عالم را با نام حسین ابن علی مسیحی می کردیم. این آنتوان بارا، یک کشیش مسیحی. افسوس که حسین ابن علی از ما نیست، از ما مسیحی ها. اگر حسین ابن علی از مسیحیت بود، یک کشیش قدرتمند در صحبت میکنه. اگر حسین ابن علی از ما مسیحی ها بود، تمام عالم را به وسیله حسین ابن علی مسیحی میکرد. تلاش کنیم جوری حسین ابن علی را مطرح کنیم که تمام عالم را به این مکتب و مرام دعوت کنیم. جوری مطرح کنیم حسین ابن علی را که همه را عاشق این مکتب و مرام قرار بدیم. چون وقت من اندکه، اجازه بدید بیشتر بیام در مسیر قاسم ابن الحسن. مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده این حدیث را که وقتی امام حسین شب عاشورا شد فرمود همتون فردا به شهادت خواهید رسید. هر کی میخواد بره آزاد. همه گفتند کجا بریم یا حسین ابن علی؟ همتون به شهادت. میگن قاسم ادب کرد، نیامد تو خیمه. چقدر ادب شیرینه، قدم میزد، وعده شهادت به همه میداد. حسین ابن علی، قاسم ابن الحسن خیره خیره نگاه میکرد. آیا من هم انا فی من قتل؟ یا حسین، منم فردا جز شهدا خواهم بود؟ عمو جان. یک سوال کرد امام حسین از قاسم ابن الحسن، میخوای کربلایی بشی؟ این سوال رو از خودت داشته باش. کیف الموت عندک؟ قاسم، میخوای کربلایی بشی فردا؟ میخوای جزو شهدای کربلا بشی یا؟ کیف الموت عندک؟ میخواید ما همه کربلایی بشیم؟ این سوال امام حسین. ای شیعه های من، کیف الموت عندک؟ یکی از نعمتهای کربلا اینه. بزرگترین مشکل بشر مرگه. این عویسه و مشکل را امام حسین در روز کربلا حل کرد بر بشریت. کیف الموت عندک؟ آیا از مرگ میترسیم؟ اما یه وقت قاسم ابن الحسن صدا زد، عمو احلا من العسل. از عسل مرگ در کام قاسم شیرین تره. کربلایی، حسینی، عاشورایی کسی است که مرگ در کام او احلا من العسل باشه. آیا این گونه ایم ما؟ درس بزرگی است امشب در کلاس درس قاسم این را یاد بگیریم که مرگ را برای خود حل کنیم. محال جلسه امتحان باید به هم بخوره. همین جلسه امتحان الان نشستیم، جلسه باید به هم بخوره، باید مرگ پیش بیاد. اگه نمره گذاری میکنن نمیشه جلسه امتحان جلسه نمره دادن هم باشه، باید به هم بخوره، باید مرگ بیاد.
من آیات قرآن را راجع به مرگ و جهنم میخونم یه مقداری بیداری دل برامون حاصل بشه. نمیخوام خطابه‌ای صحبت کنم، میخوام در این جلسه به خود برگردیم. جایی باید بریم این آیات قرآن حدود 20 صفت راجع به جهنم من بخونم، یه مقداری بیدار دل بشیم، حواسمون جمع باشه. « 145 مرتبه بهشت و جهنم در قرآن آمده. آتش و نار 115 مرتبه در قرآن تکرار شده. خصوصیات جهنم را ببینید، خیلی بی‌پرواییم، خیلی غافل از قرآنیم. بسیار جهنم حالت عصبانی داره. سمعوا لها تغیظا و زفیرا، فوق‌العاده خشمناک جهنم. جهنم خیلی وسیع است. هل امتلأت هل من مزید، خیلی وسیع است جهنم. اما از اون طرفم مکانا ضیقا، یک دیوار بزرگ، میخ که بکوبی در دیوار، این میخها بسیار مکانشون ضیقه. یک جهنمی مثل میخی است که در دیوار فرو می رود، وسعت داره دیوار. علیها 19 19 نگهبانم بیشتر نداره برای این همه جهنم، که خود این یک عذابه. علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون. ان جهنم لمحیطة بالکافرین، تمام احاطه است آتش بر انسان ها. احاط بهم سرادقها، شعله ها و سراپرده ها از آتش و احاطه داره این شعله ها بر انسان ها. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش، توشکشون آتش، لحاف روشون آتش. این حال جهنم. و هی تفور، جهنم فوران میکنه. لا یخفف عنهم، هیچ تخفیفی راجع به جهنم وجود نداره. کلما خبت زدناهم سعیرا، تا بیاد سرد بشه دوباره شعله ورش میکنیم. بسیار غلیظ و پردود و من وراهی عذاب غلیظ. در دوزخ مرگ نیست. همه آرزو میکنند ای کاش بمیریم در دوزخ، ولی مرگی وجود نداره. لا یقضى علیهم فیموتوا ابدا. در دنیا مرگه، اما در جهنم مرگی وجود نداره. یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. مرگ و شرایط مرگ میاد، ولی انسان نمیمیره در جهنم. تفلح وجوههم النار، مثل شمشیر آتش به صورتهای گناهکاران برخورد خواهد کرد. و هم فیها کالهون، گوسفند سرش را که تو آتش سرخ میکنن میسوزونن، چجور زبانش میاد؟ کاله یه همچین حالی است، سر سوخته در آتش. سایه‌ای از دود، ظل من یحموم، انها لظا، شعله های فراوان. ترمی به شرر کالقطر، یک قطر آتش به طرف یک انسان میاد. در محل سرپوشیده است، نمیشه نفس کشید در جهنم. علیهم نار مؤصده فی امد ممدده التي تطلع علی الافئده. آتش دنیا اول جسم را میسوزونه، بعد روح را.
آتش آخرت اول روح را میسوزد. قال التی تطلع نار الله الموقده، خدا اون آتش را روشن میکنه، بشر روشن نمیکنه. نار الله الموقده التی تطلع علی الافئده. لباس دوزخیان لهم ثیاب من نار. آیات قرآن میخونم براتون. لهم ثیاب من نار، لباس آتشینه. سرابیلهم من قطران، ماده سیارنگی است قیرگونه. مثلا لباسشون، زیرپوششون سرابیلهم من قطران. لیس لهم طعام الا من ذری لا یسمن ولا یغنی من جوع. بدترین غذاها. آسان نیست جهنم. بکوشیم امشب که شب قاسم ابن الحسنه یه مقداری راجع به مرگمون فکر کنیم، به فرو بریم تو این درس ها، در این درس ها خود را تمرین کنیم. بپرسیم شیخ کیف الموت عندک، مرگ پیش تو چجوریست؟ میخوای کربلایی بشی؟ کیف الموت عندک. آیا میتونم بگم احلا من العسل؟ بس همه دیگه. عذرخواهی میکنم از همه شما عزیزان، اعزه محترم روحانیت مجلس، بزرگترهای مجلس، سفیر محترم، همه شما عزیزان، خواهران، برادران. امیدوارم این خیر کثیر که به دست بانی مجلس انجام شده خداوند توفیقاتش ریز زیادتر بفرماید انشاءالله. اما قاسم ابن الحسن چند جا امام حسین خیلی گریه کرد، فوق العاده. جان آتش میگیره. یه جا داد زد ها برای چی منو میکشید؟ آخه برای چی جمع شدید؟ من که آبروی کسی را نبردم، مال کسی را نبردم. بگید چرا میخواید جمع شدید برای کشتن من؟ یه جمله یه کسی داد زد، قلب حسین را آتش زد. نقاتلک نقاتلک بغضا لعبیک. یا حسین یه جرم داری تو، یه جرم داری. جرمت اینه که باباد علی علیه السلام. میگه امام حسین اونجا لحظه تکیه کرد بر شمشیر، شروع کرد با صدای بلند گریه کردن برای علی مظلوم، بابای مظلومش علی. یکی از جاهای دیگه که خیلی گریه کرده ودا با قاسمه. جزو شهدای آخر کربلاست. در زیارت وارث امشب خوندید السلام علیک یا وارث محمد یا وارث علی، یا اما نگفت یا وارث حسن ابن علی. چرا؟ چون خود امام حسنم خودش وارث امام حسن، حضور داره امام حسن. زیارت وارث خیلی نکته زیبایی درش ها. نگفت یا ای امام حسینی که وارث حسنی، نه، خودش هم مثل امام حسین وارث کربلاست. رو همین جهت این نکته را در زیارت اومد اجازه میدان گرفت. اجازه نداد. نه عمو تو یادگار داداشم امام حسنی، چجور به تو اجازه بدم؟ ابدا. امشب شبی است که جا داره هم برای امام حسین هم برای امام حسن انسان گریه کنه. ها بی بهره از فروغ ولای تو یا حسن، مشمول این حدیث پیامبر نمی شود. فرمود دیده ای که کند گریه بر حسن، آن دیده کور وارد محشر نمی شود. یه چشمت به بقیع باشه، یه چشمت هم به کربلا باشه و بیا دنبال ابی عبدالله برای ودای قاسم ابن الحسن. اجازه نداد. یبکیان، هر دو شروع کردن بلند بلند گریه کردن.
اومد دست عمو را بوسید، پاهای عمو را بوسید. عمو اجازه بده منم برم جزو شهدا باشم. حتی فقشیا، هر دو غش کردن، غش کرد. دیگه آخر بار امام سکوت کرد، حرکت کرد به طرف میدان. چه جنگی! حمید ابن مسلمه میگه حتی من دقت کردم دیدم یکی از بندهای کفش امام قاسم ابن الحسن از پاش بیرون اومد، اما اومد جنگ کرد. دورش رو گرفتن، دور قاسم ابن الحسن را. یه ظالمی حرکت کرد، عمودی را بر فرق قاسم زد، قاسم را نقشه بر زمین کرد. دور قاسم را گرفته بودن. میگه مثل باز شکاری، در زیارت نایه میخونیم، مثل باز شکاری امام حسین خودش را رسوند، اما وقتی رسید درگیری شد. این بدن قاسم زیر سم اسبها قرار گرفت. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد به کجا میبرد. ای حرمت کعبه آزادگان، قبلگه دل به خدا دادگان. در یتیم حسن فاطمه، شمع دل انجمن فاطمه. جان جوانان بنی هاشمی، چشم و چراغ شهدا قاسمی. چشم و چراغ شهدا قاسمی. یه جنگ نمایانی شد. این بدنی است، شاید تنها بدنی باشه که دوبار زیر سم اسبها قرار گرفت. وقتی امام حسین بر بالین قاسم نشست، گرد و خاک آرام شد. دیدن هنوز پاهاش را میاره میبره. صدا داد عزیزان علا عمک، چقدر بر عمود سخت گذشت قاسم. عمو را دعوت کردی ولی برای عمود، برای تو فایده ای نداشت. مظلوم حسین، ای کاش با یک یا حسین پاکم کنند. ای کاش در کربلا خاکم کنند. هر حاجتی دارید زن و مرد با صدای بلند یا حسین. همه رو ببخش و بیامرز. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. مجلس را به نحو احسن از همه ما و بانی محترم قبول بفرما. گفتن یک یا حسین لحظه جان دادن روزی ما بفرما. ثوابی از این توسلات که امشب در این مجلس خواهد بود نثار روح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان جمع حاضر، روح شهدا، مراجع تقلید امام واصل و عائد بفرما. فرج ولی است نزدیک بفرما. جلسه ما را ممهور به مهر امام زمان بفرما. به برکت بهترین دعاها که ذکر صلوات بر محمد آمد.